زنها برای زیبا شدن و مردها را به سوی خود جذب کردن همه کار را می کنند. لبها را قفس می کنند و میجه های صنعی می گذارند. هر گونه رنگها را برای خود می مالند و چهره خود را رنگارنگ می کنند. خلاصه خود را به طور صنعی زیبا می کنند. برای این کار پول و پیسه و وقتهای گرانبهای خود را صرف می کنند. خیال می کنند که مردها با این همه زیباگی های صنعی مجذوب آنها می شوند، ولی این خیال خام و آشکارا فریب دادن مردان است. پیش از ازدواج شاید مجذوب شما شوند، اما بعد از ازدواج زیباگی زن برایشان آنقدر مهم نمی باشد. خوش اخلاقی و مهربانی برایشان مهم است، نه این زیباگی های صنعی و دروغین. و من بگویید یک زنی زیبایی بد اخلاق و بی حیا برای شوهرش چه ارزشی دارد؟ پس خوب میشد که زنان و دختران امروز بجای این همه زیباگی های صنعی و دروغین خود را با شرم و حیا و اخلاق نیکو زینت میدادند. قسم به الله که چنین زیباگی شما را همیشه مجذوب و محبوب دلها قرار می دهد و مردان خوب و صالح را خواستگار شما می گرداند. پس اختیار با شماست.